و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با برادران جمعش پیاز شدن درس را آغاز میکنیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله ما خوب هستیم. شما چه حال دارید؟ همه تان خوب هستید؟ الحمدلله ما خوب هستیم. شما چه حال دارید؟ از شخصانی که در درس پیشتر اشتراک داشتن وظیفه خانگی را میپرسیم. وظیفه خانگی را آماده کردید؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله ما خوب هستیم. شما همه تان ناز هستید؟ وظیفه خانگی را آماده کردید؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کدام از شما وظیفه خانگی را اجرا کردند؟ مرحمت بنویسید. وظیفه خانگی را کدام از شما اجرا کردند؟ خب کسانی که نو پیوست شده هستند انشالله می توانید درس اول را در یوتیوب تماشا کنید. وظیفه خانگی سوره قدر بود استاد. من باید از شما پرسم که وظیفه خانگی چی بود؟ درس پیشتر ما مد دو تا مد قاعده مد رو گذاشتیم با شما. وظیفه خانگی این بود که سوره ها رو خونده همین مد قاعده های مد ها رو از در آنجا یافتن بود. سوره فاتحه بود. سوره فاتحه بود وظیفه خانگی که در سوره فاتحه ما گفتیم که قاعده مد لازم و مد عارض در این سوره هست. به همین سبب من به شما وظیفه دادم که سوره فاتحه را خونده بار دیگر این مدها را از نظر بگذرانید. مد لازم بود که در آیت آخرین هست در کلمه والا ضالین. مد عارض لازم بود و مد عارض لسکون در آیت های قبلی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. این مد عارض بود. مد عارض لسکون. درس امروزه را آغاز میکنم. به فکرم آن شخصانی که در درس پیش اشتراک داشتن همش پیوست شدن. شش نفر در اینجا هست حاضر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بهذا العلم في دارين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. چون به مثل درس های پیشتر درس را از یک حدیث آغاز میکنیم که به فضیلت قرآن دخل دارد.
در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند قرآن را با آوازهایتان زینت بدهید. قرآن را با آوازهایتان زینت بدهید، یعنی قرآن را وقتی که میخونید زینت بدهید. قرآن را، سوره ها را وقتی که میخونید زینت بدهید، یک آوازی فارم بخونید، نه به مثل این که مثل کتاب میخونیم، نه به این که یگان کتاب میخونیم، یگان کتاب عربی است یا یگان حدیث است، بلکه قرآن باید فرق بکند، خواندن قرآن باید فرق بکند. و علم تجوید، خصوصا علم تجوید، یکی از اینه که مقصدهای علم تجوید این است که قرآن رو، یکم مقصدش این که قرآن رو بی خطا خونیم و دوم این که قرآن رو زینت بدهیم. چون که ما میدونیم که آن سوره هایی که ما دراز میکشیم به مقدار 4 حرکت به مقدار 6 حرکت، این خود یک زینت دادن است. و همین سبب هم علم تجوید برای زینت دادن قرآن آمده است که تا قرآن رو مثل یگان متن عربی نه، مثل حدیث نه، ولیکن باید زینت داده بخونیم. و در پیش فرزندان زینت داده بخونیم میتوانید، و اگر زنها باشند میتوانند در پیش شوهرای خود زینت داده بخونند تا فرزندان خود حلاوت ببرند از این خواندن شما. اینه که به چی سبب اگر ما قرآن رو زینت داده بخونیم، یک چی گویم، یک خوشحالی پیدا میشه. وقتی زینت داده میخونید یک شوق، یک رغبت به خواندن قرآن پیدا می شود. اگر شما این قرآن را در پیش فرزندانتون با زینت داده بخونید، فرزندان شما موسیقی را گوش نمی کنند، میگن که مادر قرآن بخوان که تا تو را گوش بکنم. اینکه برای چی فرزندان ما اینه که موسیقی گوش میکنن؟ برای خاطری که ببینید این مرد یا زنی که موسیقی میخواند با یک که آواز خود را زینت داده میخواند، به همین سبب یک جلب کننده هست. به همین سبب اگر ما به جای این موسیقی ها، به جای این اونی که در تلویزیون‌ها میبینند، اون کلیپ هایی که میبینند، قرآن رو با آنها بخونیم یا که قرآن رو با آنها بمانیم که تا گوش بکنند. حاضر الحمدلله بسیار نوارهایی است که قاری‌های قرآن با آوازی خیلی فارم قرآن را تلاوت میکنند. اگر در دیده باشه در کانال ما هم یکی از قاری ها را گذاشتیم که قاری جوان است، 14-15 ساله است، که به نهایت با آواز خوش رو، با آواز گوارا که میخواند. اگر این قاری ها را ما با فرزندانان بگذاریم تا گوش بکنن، تماشا بکنن، در آنها یک رغبت پیدا می شود، در آنها یک خواهش پیدا می شود که تا مثل آنها بخوانند. به همین سبب در تربیت فرزندانمان باید خیلی اهمیت بدهیم در همین خوردی. به چی سبب وقتی که فرزندان رو میپرسیم که کلان شوی چی میشی، چی میگود؟ اکتیار میشم یا که ارتیست میشم؟ برای خاطر که در خوردی همین چی رو بسیار دیده است. و اگر در خوردی بسیار قاری قرآن رو گوش بکند، میگود که چی؟ اینه که قاری قرآن میشه میگود. در این مسئله یکی از قصه ها میارم که در دولت های غرب این قصه حقیقی است. ببینید وقتی که در یک مکتب، وقتی که یک معلم همه میپرسد طلبگان رو کلام شوی چی میخواهی شدن، و در این صنف یک مسلمان پسری هم بود، به فکرم طلبه صنف 5 یا 4 یا 5 بود. وقتی که استاد همه رو میپرسد، یکی میگود که معلم شدن میخوام، دیگری میگود که عالم فیزیک، دیگر که همه وقتی که میگویند کسبای خودشونن. و یکی از آنها میگود که من میخواهم که صحابه بشوم. ببینید، من میخواهم که صحابه بشوم. این معلم در تعجب میافتد که برای چی صحابه شدن میخواهی و صحابه کیست؟ این معلم خود مسلمان نبود و از این جواب این مسلمان پسری مسلمان
جوان مسلمان خیلی خوش اینه که یک وی پیدا کرد که صحابهش کی باشد، برای چی این میخواد که صحابه بشود. وقتی میپرسد برای چی میخوای که صحابه بشوی، این طفل مسلمان میگوید که، این پسر مسلمان میگوید که برای خاطر اینکه صحابگان آدم های خوب هستند. معلم میپرسد از کجا تو میدونی که آدم های خوب هستند؟ میگوید که هر شب پیش از خواب مادرم قصه یکی از این صحابگان رو به من میخواند. ببینید، مادر پیش از خواب، پیش از آن که فرزند را خواب بکند، افسانه های بافته نه، ولیکن قصه هایی که را میخواند صحابگان را میخواند. ماشاءالله، ببینید چه خیلی مادر بود. و این سبب شد که همین معلمی که مسلمان نبود اسلام آورد. به چه سبب؟ وقتی که از او بفهمید صحابه کیست و این عالم و این معلم تاریخ صحابگان را بخواند. وقتی که یک به یک صحابگان را میخواند، میدید که حقانی، یعنی که مردان خوب بودستند. و وقتی که با آنها آشنا شد، با حیات آنها آشنا شد، و این معلمی که مسلمان نبود اسلام را قبول بکرد. یعنی ببینید چقدر فایده بسیار دارد، چقدر فایده بسیار دارد وقتی که ما نسل نورس خود را تعلیم اسلامی میدهیم. یعنی که پیش از خواب افسانه های بافته هستند که پادشاه بود، این بود، وی بود، عجین بود، وی بود. این افسانه ها را گذارید. پیش از خواب یک قصه صحابگان را بخونید، یک قصه های پیامبر را بخونید از حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم. وقتی که از حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم تمام شد، قصه های صحابگان را بخونید، ابوبکر، عمر، عثمان، علی و دیگران. قصه های دیگر پیامبران را بخونید که بسیار قصه های جالب هستند، بسیار قصه هایی که هستند که از این، یعنی نسل نورسی ما یک عبرت میگیرد. این آموختن تاریخ، آموختن حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم، آموختن این صحابگان، یعنی در حیات نسل نورسی ما یک نو آمدی پیدا میشه. یعنی که آنها میخواهند که همین گونه باشند، میخواهند که به مثل این صحابگان باشند، میخواهند که به مثل آنها رفتار خوب بکنند. شما یک چیز رو در یاد دارید که برای چی جوانان ما چی میگن؟ من میخواهم که مثل فلان فوتبالیست شوم و حتی موی سرهای خود رو به مثل آن فوتبالیستا اینه که پست میکنن. به چی سبب؟ به سبب اینکه هر روز اینها این فوتبالیستا رو میبینن، هر روز اینها این ویها رو میبینن، ارتیست ها رو، این اکتیور ها رو، و میخواهند که همین شوم، و میخواهند که همین به مثل آنها شوم. و اگر ما برادران و خواهران عزیز این چونین آموزیم، نسل نورس خود و فرزندان خود را آموزیم از حیات صحابه، از حیات پیامبران، از حیات عالمایی که ما داریم، صحابگانی که تاریخش نوشته شده است در کتاب ها، حدیث هایی که آمده است، باور بکنید از کودکی تا به وای رساندن اگر ما این قصه ها رو بخونیم، باز هم وقت نمی رسد که همه این قصه ها رو بخونیم. الحمدلله حاضر کتاب ها هست، حاضر همه چیز هست. می توانید کتاب رو نخرید، اگر پول نداشته باشید، در شهری باشید که نتوانید کتاب اسلامی رو دسترس کردن، می توانید از اینترنت در اومده کتاب رو گرفته بخونید با آنها. به همین سبب ما باید، یعنی که در تربیت نسل نورس باید سهم خود رو بگذاریم، باید بخوانیم، باید، چون که آنها از ما عبرت میگیرند. وقتی که شما هر شب تلویزیون تماشا میکنید، آنها را همین خیل میشوند، هیچ وقت آنها حافظ قرآن نمیشوند. به همین سبب باید ما قرآن رو بخوانیم. و حدیثی که آوردیم که قرآن رو با آوازهایتان زینت بدهید، این چنین باید زینت بدهیم، یعنی با یک زینت بخوانیم که تا یک هوس، یک رغبت در دلهای فرزندان ما پیدا شود و آنها بخواهند که این چنین شوند. این بود حدیث امروزه. انشاءالله که برادران پیوست شدن، به درس آغاز میکنیم. همه شما حاضر هستید؟
برادر و علیکم السلام برادر سوال کردن که یک درس میکرد درباره لقمه حلال و لقمه حرام، یعنی که چی ضرر دارد ضرر لقمه حرام. یک درس میکرد خوب میشد ان شاء الله وقت باشد، چون حاضر ما درس های تجویدی است که خواندن قرآن، که درست خواندن قرآن فرض می باشد، به همین سبب از درس های ضروری سر کنیم. و سوال شما را هم به نهایت خوب است، یعنی که اگر لقمه حرام باشد، یعنی که لقمه حرام سببی مانع شدن تعلیم می شود، سبب مانع شدن تعلیم می شود. به این سبب باید اول لقمه حلال باشد که خداوند، چون علم میگوید، امام شافعی میگویند، ببینید استاد امام شافعی میگویند که وقتی که انسان گناه میکند در قلب او سیاهی پیدا می شود و نور و علم که نور خداوند است به قلب انسان هیچ وقت نمی درآید. به این سبب باید انسان اول از گناه خودداری کند و لقمه حرام هم خوردن یکی از گناه ها می باشد که سیاهی در دل پیدا می شود و شما نه خوشی تعلیم گرفتن دارید، نه خوشی کتاب خواندن دارید و فقط همین فیلم هایی که بی معنی هستند، کلیپ هایی که بی معنی هستند تماشا کردن می گردید. و همین سبب لقمه حلال در حیات انسان خیلی مهم است. بله برادر، خوب سوال خوب کردید به نهایت. ان شاء الله وقت شود در این درباره لقمه حلال و حرام ان شاء الله موضوع خواهیم کرد. و درس امروزه چون به شما معلوم است مد امروز هم به شما دو مد رو میگذاریم، مد لین و مد عوض. مد لین رو من در این کتاب خواندم، چون این کتاب قدیمه می باشد، پیشتره می باشد، در اینجا کمتر مشکل تر کرده یعنی که مشکل تر کرده به ما میخوان که بفهمانم. و من چون کتاب های معاصر دارم، کتاب های نو دارم، کتاب های حاضر زمان، از آنها نظر کردم که در این کتاب هایی که حاضر چاپ های نو هستند، یعنی که آسان تر بیان کرده شده است. برای همین سبب من از این کتاب ها گرفتم تا برای شما فهم‌تر بشود. یعنی که مد لین چیست؟ یعنی که کدام حرف ها دارد مد لین؟ برادران و خواهران عزیز گوش بکنید. مد لین دو حرف دارد، حرف واو و حرف یای. یعنی که مد لین ما میدونیم که حرف های مد 3 تا بوده است، واو الف یای بودند، ولیکن حرف مد لین تنها 2 حرف دارد، حرف واو و حرف یای. و در کدام حالت مد لین می شود؟ در کدام حالت؟ در حالتی که ببینید، در حالتی که حرف مد ما قبل آید، یعنی که ما قبل پیش از آخر. معنای ما قبل یعنی که آنچه که پیش از آخر است، یعنی که پیش از حرف آخر آید و با سکون آید. ببینید سکون دارد و با سکون آید و پیش از این حرف مد یگان حرف با فتحه باشد و بعد از این کلمه ما در اینجا بایستیم. یعنی که اگر نه ایستاده، اگر دوام داده بخوانیم مد لین نمی شود و مقداری 2 3 یا 4 حرکت تا 5 حرکت هم خوانده می شود. مثال در سوره قریش، اگر سوره قریش را شما از یاد داشته باشید، از یاد میدونسته باشید، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش. ببینید قریش. وقتی که من در اینجا می ایستم، وقتی که ایستادم، من باید حرف یای را به مقدار 2 3 یا 4 تا 5 حرکت دراز کرده بخونم. قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف. ببینید والصيف حرف یای را که ما قبل است و با سکون است و پیش از حرف یای یک حرف با فتحه آمده است و در اینجا من می ایستم، یکی یا حرف یای را به مقدار 2 3 یا 4 حرکت می خونم.
والصيف. آیت دیگر: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. بیتم این جمله است، این ماده است که جا نبود برای همین من ننویستم. و آیت آخران: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خوف. ببینید حرف واو که حرف مد می باشد و ما قبل است، یعنی که پیش از آخر و با سکون آمده است و پیش از حرف واو حرف مد فتحه آمده است و در اینجا ما می ایستیم. در حالت ایستادن مد لین می شود. به همین سبب در یک خیل کتاب ها این را مد لینی و می گویند عارض، سکون عارض، یعنی که با سبب سکون پیدا می شود. اگر ما در این مد اگر آیت ها را ما پیوست کرده خوانیم، این حرف یای را تنها یک یای می خوانیم، تنها یک آواز می خوانیم. مثال: بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم. ببینید من گفتم که لإلاف قریش إلافهم. قریشین یعنی که حرف یای را یک مقدار خواندم و اگر من بیستم قریش میتونم دو مقدار یای بخوانم، یا که 3 یا که 4 یا تا 5 را ممکن است. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. و این قاعده را هم در خاطر دارید، اگر یکم آیت را 3 مقدار خواندیم، دویم آیت را هم، سوم، چهارم را هم باید 3 مقدار بخوانیم. اگر یکم آیت را 2 مقدار خواندیم، 2 حرکت خواندیم و آیت های بعدی را هم بهتر می شود که همین مقدار بخوانیم. و یک چیز رو دیگر را به شما بگویم، چی خیل فرقیت را شما چی خیل فرق بین مد لین و بین مدهایی که در پیش بود، چی خیل فرقیت را شما در اینجا حس کردید؟ یگان فرقیت هست است در مسئله آواز. آیا در مسئله آواز یگان فرقیت مد لین از مدهای پیشتره یگان فرق دارد؟ کنی یک فکر بکنید. جوابهای شما رو انتظارم. که در مسئله آواز آیا فرق بین مد لین و مدهایی که ما پیش گذاشتیم، مد متصل، منفصل، مد لازم، آیا یگان فرقیت شما فهمیدید در مسئله آواز چی فرقیتی هست؟ جوانان تیجی که بله، شما بنویسید که چی فرقیت شما فهمیدید. آیا یگان فرقیت خاص هست که این مد از دیگرها فرق میکنند؟ کنی آواز جوابای شما رو منتظرم. مقدار 1 دقیقه. کنی جوابهای شما رو منتظرم. کنی یک بفهمیم که شما چی فرقیت دیدید. اینه که یک فرقیت بزرگ است. شما که نفهمیدید یک فرقیت بزرگ بین مد لین و مدهایی که ما پیش گذاشتیم یک فرقیت است که این فرقیت را درک کرد. این با آواز خاص دارد، با آواز. نه مسئله واجب، مسئله نش نبرد، مسئله آوازش. نه که کنی یک سوال به این سوال کی جواب میدهیش که هیچ کس هست؟ بله فرق دارد. کدام؟ شما فرقش رو ببین، مهربان فرقش رو بنویسید. چی خیلی فرق شما درک کردید؟ جواب شما رو منتظرم و اگر ندانید انشالله حاضر خودم جواب میدهم. من نفهمید.
فهمانده نتوانستیده؟ کنی باز هست شخصانی که جواب شما رو منتظرم. دو حرکت خطی خوانده می شود، برای همین فرق دارد. نه مسئله حرکت، نه مسئله آواز گفتم. من به شما نزدیکتر کردم. مسئله آواز. اگر شما خود ولی من خودم جواب میدهم. ببینید، مسئله یکی از فرقی اساسی، فرق خاصی مدلین و مدهایی که ما پیش گذاشتیم در این است که در مدهایی که ما به شما گذاشتیم در اونجا یعنی که حرف رو ما دراز کردن نخوندیم، فقط آواز رو، آوازی. ببینید یعنی حرکت رو ا ای او، سه آواز رو ما دراز کرده بخوندیم. ا ای او. و در این مد لین باشد نه آواز بلکه حرف رو دراز کرده میخونیم. حرف یای را یک چند حرف یای و حرف واو را یک چند حرف واو. خوف، قریش. در اینجا رب العالمین، نستعین ای را کشیدیم، در اینجا ا را کشیدیم و در اینجا او را کشیدیم. مسلمون. بار دیگر به شما میگم که تا فهمش بشد. ببینید وقتی که ما لإیلاف قریش میگویم حرف یی را یک چند مراتبه میخونیم، 3 مقدار 4 مقدار میخونیم. و صیف میگویم حرف یی را یک چند مقدار میخونیم. و خوف وقتی گفتیم حرف واو را یک چند مقدار خواندیم. ولیکن در مدهای پیشی ما نه حرف ها را بلکه ما آوازها را، آوازهای ا ای و او را داشته خواندیم، یعنی مد کرده خواندیم. قال، قیل، یقول، یعنی که ا ای او را ما دراز کرده بخواندیم. و در این قاعده ما خود حرف را دراز کرده خوندیم. به همین سبب چی؟ به همین سبب این حرف ها باید با سکون باشن. ببینید سکون قطعی آمده است. ببینید و اگر مثال های پیشی را شما در خیال داشته باشید، در آنجا این حرف ها به سکون هستند و پیش از یای کسره است که ای خوانده میشد و پیش از واو ضمه است که او خوانده میشد. و در اینجا خودی حرف دراز کرده خوانده میشد. این به شما فهمه شد؟ این یکی از فرقیت اساسی مد لین و از دیگر مدها می باشد. به همه فهمه شد؟ بله. نه صاحبشنی ها در وقتش می آیند. فضل دین شما در از قاعده ما به فکرم بیخبر هستید. شما باید درس رو گوش بکنید و سوال ها را در آخر درس بدهید. برادر ساشا بیلی نام خود را گذارید، نام تاجیکی که پدر خود نام شما را گذاشتن، این نام را گذارید. و سوالتان سوال خوب است که یک گروهی واتساپ گشایید که تا ما در آنجا سوال های خوب را بدهیم. نامه های واتساپ و ایمو هست، انشالله میگویم در آخر درس.
ولیکن از شما خواهش میکنم که آن نامی که پدرتان به شما گذاشتن آن نام را گذارید. چون وقتی که در نام های شما رو تلفظ میکنم که خوشحال نمیشم وقتی که شما یک توجیک یک نام خوشی مسلمانی دارید و نام خود را با کدام سشه عوض کردید. بهتر میشد که نام خود را گذارید یا کنیه خود را گذارید، بهتر میشد. بله، خب به همین شما فهمو باشد که در این مد به همین شما فهمو باشد که در این مد حرف واو و حرف یای دراز کرده خوانده می شود. می گذاریم به قاعده دیگر، مد عوض. مد عوض برادران در این کتاب نیست. در این کتاب مد عوض نیست. ما دیدیم به سبب آنکه این کتاب قدیمه است و در کتاب های نو الحمدلله این مد آمده است. مد عوض کدام در حالت، معنای مد عوض یعنی که تبدیل یافتن است. کلمه عوض به زبان عربی یعنی که یک چیز به یک چیز دیگر تبدیل دادن است و مد عوض در این حالت می شود. حالت مد عوض رو ببینید. مد عوض که حرف مد عوض یک تا می باشد، تنها حرف الف. ببینید حرف مد عوض یک تا میشه، حرف الف. وقتی که پیش از الف تنوین ان آمده باشد، در حالت ایستادن همین تنوین ان به دو حرکت به ا مبدل می شود. این را اینه که عوض می شود. تنوین ان به دو حرکت به ا عوض می شود که این را مد عوض گویند. مثال در سوره نصر ده، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا نوشته شده است و در حالت ایستادن در اینجا ما می ایستیم، افواجا به افواجا مبدل می شود که ما افواجا می خوانیم، نه که افواجا نمی خوانیم، افواجا می خوانیم. و در آیت آخرش توابا هست به سبب که ما در اینجا می ایستیم به جای توابا توابا می خوانیم. یکی این قاعده خیلی آسان است اگر خوب اعتبار بدهید. همین دو حرکتی، همین دو اینه که پیش ان، این رو ان میگویم، نه تنوین ان به ا مبدل می شود. دو حرکت افواجن بود، افواجا می خوانیم. توابن بود، توابا می خوانیم. و تنوین این اگر در یگان جا این باشد یا که اون باشد، مثال قل هو الله احدون هست، هیچ وقت ما قل هو الله احدو نمیگوییم. اینه که مد عوض فقط تنوین ان به دو حرکت عوض می شود و تنوین اون و تنوین این در وقت ایستادن آنها خوانده نمی شوند. این هم فهمو شد؟ اینه که فقط مد عوض تنها به تنوین ان داخل دارد. یک تنوین ان به دو ا، اینه که به مد طبیعی مبدل می شود. افواجن بود، افواجا خوانده می شود. و اگر تنوین اون و تنوین این در آخری کلمه آید و ما در اینجا بیستیم، همان تنوین این و اون خوانده نمی شود. مثال قل هو الله احدون آمده است، در وقت ایستادن ما می خوانیم قل هو الله احد.
اینه که احدو نمیخونیم، تنها تنوین ان به دو حرکت مبدل می شود. در حالتی که پیش از تنوین بعد از تنوین ان الف آید و در این قاعده یک تا ایضاح هست. ایضاح یعنی که از قاعده بیرون است، در یک حالت. در کدام حالت در قاعده بیرون است؟ در حالتی که حرف آخر تای مربوطه باشد. این تای را تای مربوطه میگویند، یعنی این تایی که نشان میدهد که این، یعنی که این چیز جنسی زنانه است. به زبان روسی جنس که را میگویند چیز زنانه. به چی سبب؟ سببش این است که در وقت ایستادن در کلمه هایی که ت مربوطه هست، خودی ت مربوطه به حرف ح تبدیل می شود. یعنی که شجرتن بود، در وقت ایستادن شجره خوانده می شود. شجره خوانده می شود. به همین سبب اگر تنوین ان در بالای ت مربوطه آید، در این حالت در وقت ایستادن تنوین ان را نمی خونیم، چون حرف ت به حرف ح مبدل می شود. شجره می خونیم. شجره، نی شجرت نمی خونیم، برای خاطر که تای مربوطه قاعده دارد که اگر در آخر کلمه آید، در وقت ایستادن همین تای مربوطه به ح مبدل می شود. اینه که چه خیلی فرق بکنیم؟ فرقش از این است که برادران، هر وقتی که تنوین بعد از تنوین الف آید، ببینید بعد از تنوین الف در اینجا مد عوض می شود. و اگر بعد از تنوین الف نه آید، اینه که در روی ت مربوطه آید، در اینجا این از قاعده مد عوض بیرون می باشد. تکرار میکنیم. افواج، تواب، افواج، تواب. و مثال سیوم که از این قاعده بیرون است، شجره، شجره. تکرار کردید. باز مثال های مد لین را تکرار میکنیم. قریش، قریش. والصیف، والصیف. حرف یای را داشته میخونیم. و در مثال آخر خوف. لبها رو ببینید، لبها باید با یک دیگر نرسن. این حرف و نیست، حرف واو است. واو لبها به پیش برآورده و خوانده میشن، به مثل دبلیو انگلیسی، به مثل کلمه ویندوز، ویندوز، کلمه واک و به مثل کلمه و انگلیسی دبلیو. خوف، خوف. قریش، والصیف، خوف. این بود مثال ها از درس هایی که امروز گذاشتیم به شما و تکرار بکردیم. مرحمت آیید درس، آیید این درس سوال باشد مرحمت. نه، اگر تنوین این آید، مثال شما گفتید افواجین، افواج میگویم ایستیم، یعنی این رو نمیخونیم. که اگر افواجون آید، افواج گفته می ایستیم، اون رو نمیخونیم. و هر وقتی که افواجن آید، در وقت ایستادن افواج گفته میخونیم. فهمه شد با فکرم؟ یعنی که تنوین این و تنوین اون در وقت ایستادن به سکون مبدل می شوند، به سکون مبدل می شوند. تنوین اون و تنوین این در وقت ایستادن به سکون مبدل می شوند.
تنوین این هم در وقت ایستادن به سکون مبدل می شود و تنوین ان ایستادن به دو حرکت مبدل می شود که به ا مبدل می شود. من ببینید تنوین اون در وقتی که ما می ایستیم به سکون مبدل می شود و مثل قل هو الله احدون بود قل هو الله احد می شود، سکون می شود. و تنوین این هم در وقت ایستادن به سکون مبدل می شود و تنوین ان با الف مبدل میشه، یعنی با دو حرکت افواجا با افواجا. اوکی علیما دیگر روایت ها بسیار است، علیما 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 با دو حرکت عوض می شود. این هم به شما فهمو شد. تنها اندرو به فکرم به همین شما فهمو شده، اینه که تنوین اون و تنوین این به سکون مبدل می شود و تنوین ان به دو حرکت مبدل می شود. سوال ها و آیدی درس باشد مرحمت سوال بده، نباشد به همین درس را به آخر می رسانیم. آیدی درس مرحمت سوال ها باشد آیدی درس سوال ها هست. کسانی که قرآن دارن در پیششان، کسانی که قرآن دارن می توانید بکشوید سوره قریش را تا با شما بخوانیم و در قرآن به شما نشان بدیم تا آسان‌تر بشود. کسانی که قرآن دارن بکشید سوره قریش را. یکم آیت سوره قریش را ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لإیلاف قریش لإیلاف قریش. ببینید حرف یای را من به مقدار 3 حرکت داشته خوندم. قریش. اگر من آیت یکم را با آیت دوم پیوست خوانم این حرف یای را یک مقدار میخوانم و این از قاعده مد بیرون میشد. مثال لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف. اگر آیت دوم را با آیت سیوم پیوست میخوانم در این حالت هم این قاعده خوانده نمی شود، یعنی که تنها حرف یک تا خوانده می شود. ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت. اگر آیت سوم رو با آیت چهارم پیوست خوانم بیت خوانده نمی شود، بیتی خوانده می شود. هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خوف در وقت ایستادن حرف واو یک چند مرتبه خوانده میشد. فهمیده باشید. خوب الحمدلله ما خوب هستیم. سفید چشمه استاد گفتن دوام باشه. در وقتی از آن الله اکبر این پیوست خوانده می شود. الله اکبر خوانده می شود. سوال بیرون از درس ممکنه. سوال های اگر دایر به درس باشد مرحمت آخران ورقش هست.
سوره قریش آخران یک تا از آخران پیش، صفحه 602 است. سفید چشمه شما بفکرم اشتراکچی نوستید، به شما اینه که میگویم که درسی تجوید ما دوام داده ایستاده، میتوانید در آمده درس‌های قبلی را از این کانال ما تماشا بکنید و درس‌های مختصر است، از اون مختصر هم تماشا کنید خوبتر میشه، چون که وقتی کم 5-6 دقیقه و این درسایی که ما میگذاریم در آنجا همش هست. بله، وزیر وظیفه خانگی میدیم از یک بار این سوره قریش رو یک بار دیگر و شما بگوزید. کسانی که قرآن را کشودن ببینید. یکم آیت را قریش بسم الله الرحمن الرحیم لإیلاف قریش. ببینید قریش یعنی که حرف یای را چند مقدار کشیدیم. قریش. ببینید حرف یای ساکن است، پیش از حرف یای فتحه است و بعد از حرف و در آخر کلمه ما می استمین است شرط های مدی لین، یعنی که حرف یای باید حرف یای یا حرف واو باید ساکن باشد و پیش از حرف یای یا که حرف واو باید فتحه باشد و بعد از و در آخر این کلمه ما باید بی استیم. قریش لإیلاف قریش لإیلاف قریش لإیلاف قریش. دویم آیت را ببینید. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ببینید والصيف حرف یای را مقدار 3 حرکت داشته خواندیم. صیف. ببینید حرف یای سکون دارد و پیش از حرف یای فتحه آمده است و در آخر کلمه ما می ایستیم. به سبب ایستادن این مد عملی می شود. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. آیت سیم رو ببینید. آیت سیم فلیعبدوا رب هذا البیت. بیت. ببینید بیت مقدار 3 حرکت شد خواندیم. و آیت آخر الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خوف حرف واو را خوف مقدار 3 حرکت بخوانیم. و مثال مد عوض سوره نصر را ببینید. صفحه آخران سوره نصر آیت را میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ببینید افواجا یعنی که افواجن هست. در وقت ایستادن تنوین ان به ا به دو ا تبدیل می شود. افواجا یعنی که مد عوض می شود. دو تنوین به دو الف به یک الف یعنی که 2 حرکت عوض می شود. أفواجا. آیت آخر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. در اصل آنجا توابن هست، توابن و در وقت ایستادن تواب خوانده می شود.
باری دیگر سوره رو میخونم، نظر بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. این بود سوره هایی که این مثال در این سوره ها آمده بود. وظیفه خانگی این سوره ها را، سوره نصر و سوره قریش را بخوانید. 5 مراتب 10 مراتب بخوانید و قاعده ها را ببینید، یعنی که نظر بکنید که یعنی قاعده ها را بفهمید که از یاد داشته باشید که نه تنها در این سوره ها و در دیگر سوره ها هم همین قاعده اگر آید، شما باید بدانید که این قاعده مد لین هست یا مد عوض هست. نه تنها در این سوره ها، این سوره ها برای که مثال هستند و اگر در دیگر سوره ها هم تنوین ان در آخر آید و بعد از آن الف آید، مثال علی من باشد، شما علی ما بخوانید. و در سوره های دیگر که وقتی که حرف یای و حرف واو ما قبل پیش از آخر باشد و با سکون باشد و پیش از حرف واو و یای فتحه باشد، شما باید حرف را نه آواز را، بلکه حرف را مقدار 2 یا 3 یا تا 5 حرکت را باید دراز کرده بخوانید. چون این قاعده ها نه تنها در این سوره ها و در دیگر سوره ها هم هستند. این بود پایان درس این روزه. به همه شما موفقیت، توفیق از خداوند خواهانم تا خداوند آموختن علم را بر ما نصیب بگرداند و از یاد نبرارید که دعا بکنید. یعنی که نه حرکت شما و نه حرکت من فایده نمیدهد اگر الله به شما این را نصیب نگرداند. به همین سبب باید ما از خداوند دعا کنیم که خداوند فهمیش این علم را بر ما آسان بگردان و در عمل اجرا کردن این علم را بر ما آسان بگردان. یعنی که خداوند علم ما را زیاد بکن، گفته باید بپرسیم، چون که دعا به نهایت چیزی ضروری است. که بله، از حرکت شما هم وابسته هست، از حرکت هر یک شما وابسته است، ولیکن اول از خداوند است و این علم را خاص برای او بخوانیم تا که در خواندن قول او، یعنی که وقتی که شما قرآن میخوانید، این قرآن، این کلمه هایی که شما میخوانید، این کلمه های الله هست. ببینید وقتی که شما یک کتاب بدیعی رو میخوانید، این کلمه هایی که آمده است کلمه های همان نویسنده کتاب است که انسان است به مثل ما و شما. و وقتی که شما قرآن میخوانید باید حسیات شما دیگر باشد، باید فهمیش شما، باید تیاری شما دیگر باشد. یعنی که من کتاب الله ذوالجلال را دارم میخوانم، نه کتاب یک انسان را. که کتاب خواندن همه وقت فایده دارد، من باید ما کتاب بخونیم، هر کتاب های فایده‌ناک را بخونیم، ولیکن وقتی که خصوصا قرآن را میکشید باید حسیات شما دیگر باشد. یعنی که این کتاب رب ذوالجلال است که خالق این دنیا است، خالق همه چیز در این دنیا است. باید یک شما حسیات داشته باشید، یعنی که یک رنگ نباشد که شما هم کتاب بدیعی و هم کتاب یگان کتاب های تاریخی یا که کتاب قرآن، یعنی که یک رنگ باید نباشد. به همین سبب وقتی که ما قرآن رو میکشیم باید چی؟ باید پای به طهارت باشیم، یعنی طهارت داشته باشیم. خوب، سوال ها و درس نیست. آمین آمین آمین.
خوب انشالله آرزوت این باشد نیت بکنید و حرکت بکنید، چون نیت به حرکت هیچ چیزی نیست و یعنی که فایده نیست و حرکت به نیت هم. برای همین نیت کرده حرکت بکنید، انشالله خداوند به شما آسان می‌گرداند و از خدا این را طلب بکنید. استاد میگن که در شب قدر یک چیز به مانند آفتاب می آید، هر دعای کنی قبول می شود و هر کس آن را دیده نمی تواند. میگویم آیا این راست است؟ شب قدر یک چیز به مانند آفتاب می آید، این کلمه ها را در حدیث ها نامده است، یعنی که ممکن این سخن های یگان شخصان باشد. در یگان حدیث نامده است که در شب قدر آفتاب می آید. من نفهمیدم و شب قدر را ما باید، یعنی که اگر حدیث ها را نظر بکنیم، در شب قدر را هیچ کس نمی داند. یکمش این که شب قدر را هیچ کس نمی داند و در حدیث ها آمده است که شب قدر را در دهه آخر ماه رمضان، یعنی که حرکت کنید که بجویید. و در حدیث دیگر می آید که شب قدر را در تمام ماه رمضان بجویید. بچه سبب، یعنی سبب آنه که شب قدر معلوم نیست، این در این است که هر شب ما باید آن را یعنی بجویم و شبهای رمضان را طاعت و عبادت زیاد بکنیم تا ثواب بسیار بگیریم. حکمتش در این است. ببینید اگر که بر ما معین میشد که شب قدر فقط شب 27 است، ما تنها یک شب را عبادت میکردیم، دیگر شبها را چی میگذاشتیم. این فهمی خطا است که شب قدر تنها در شب 27 است. نه، شب قدر در دهه آخری رمضان می آید و در بعضی حدیث ها می آید که در دهه آخر رمضان در شبهای طاق، شب 21، 23، 25، 27، 29 و در دیگر حدیث ها می آید که می شود که در هر سال اولیش می شود، یعنی که این سال 23 آمد، سال دیگر ممکن 25، ممکن 21 آید، یعنی که هیچ کس نمی داند که در کدام شب است. و چی سبب؟ به سبب اینکه ما همه این شبها رو با طاعت و عبادت بگذاریم، تا که می دانید که اگر کسی که این شب را دریافت، یعنی که کسی که شب قدر را دریافت، موافق قرآن، در قرآن چی میگوید که بهتر لیلة القدر خیر من الف شهر، که لیلة القدر بهتر از 1000 ماه است. یعنی که 2 رکعت نماز اگر شما بخواندید در این شب 1000 رکعت حساب می شود. تسبیح گفتید، همه این عمل هایی که ما در این شب انجام میدهیم به 1000 یعنی مراتبه، یعنی که به مثل بهتر از 1000 ماه بوده حساب می شود. یعنی که خیر من الف شهر، بهتر از 1000 ماه، یعنی که 2 رکعت نماز شما به مانند 1000 ماه ثواب میگیرید. تسبیح و ذکرهایی که شما کردید در این شب ثواب میگیرید به مقداری که 1000 ماه. شما به شما یک چیز رو بگم تا فهمش بفهمید. مثال همه شما در جایی که کار میکنید بفهمید، همه شما در جایی که کار میکنید و یعنی که یک مبلغ میگیرید ماهش، ممکن که 10,000 20,000 15,000 روسیه شما بودین. شما یعنی که چی می شود اگر همون رئیس شما بر شما اویلی که 1000 ماه رو بدهد؟ تصور کنید در یک ماه شما 20,000 میگیرید و به شما چی روی میدهد که اگر رئیس شما گوید که این ماه من بر تو 20,000 نه، همین 20,000 رو به 1000 ماه ضرب زده به تو میدهم، چقدر پول میشه؟ شما خوشحال میشوید؟ بله خوشحال میشوید. و بدونید که این ماه رمضان هم در شبهای رمضان ما باید شب قدر رو بجوییم تا این شب رو دریافت بکنیم که و بدونیم که یک نماز، یک عبادتی ما ثوابش به 1000 ماه برابر است. که این خاص به امت محمد صلی الله علیه وسلم بود که به نهایت فضیلت بزرگی دارد. این بود به سوال شما جواب گفتیم. استاد سخنهای کتاب نورنامه اساس دارد؟ والله علم برادر، اگر از حدیث و کتاب نورنامه را یک دیدن در کار
به فکرم اگر از حدیث و از آیات ها باشد اساس دارد، اگر قول یک عالم باشد و بی اساس باشد که اساس ندارد. نشانه های شب قدر آمده است که در حدیث ها میاد که نشانه شب قدر چیست؟ شب آرامی است، شبی است که شب آرام است و سحر آن وقتی که سحر می شود آفتاب، یعنی که وقتی که می براید آفتاب یعنی که رفشن است. اینها آمدگی است، اینها در حدیث ها آمدگی است، یعنی که آفتاب رفشن می باید در روزش. استاد ما می توانیم تراویح بخوانیم. به تراویح رفتن زنها اگر امن باشد، یعنی که رفته آمدن تان یگان اگر در مسجد شما برای زنها جدا کرده جای تشکیل بدهند و رفتن آمدن شما فتنه نشود و با همسراتون روید، خوب میشد انشاءالله. اگر رفتن آمدنتون فتنه شود یا که بر چشم مردم غلطید، خوب است که در خانه بخونید، چون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که نماز زن بهتر این که در خانه باشد. استاد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دهه آخر را در کجا گذاشت؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم دهه آخر ماه رمضان را در مسجد اعتکاف می‌گذاشتند. استاد یک کس میتواند طاقه نماز تراویح بخواند؟ بله، یک کس هم میتواند نماز تراویح طاقه بخواند اگر در جای باشد که به مسجد رفتن نتواند. اگر جایی که مسجد باشد خوبتر، بهتر است که رفته در مسجد بخواند. سوال دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جان برای من گناهکار دعا کنید، من باز دیر مونده. خیر، خداوند توفیق به شما نصیب بگرداند، انشاءالله توفیق بدهد که تا در این درس ها اشتراک بکنید. خیلی خوشحالم استاد گرامی، بهترین درس. سلامت باشید سفید چشمه. انشاءالله به شما باز میگویم که در آمده درس های دیگر را ببینید، درس های مختصری تجوید را ببینید. پاپکه خاص است که درس های مختصری تجوید است، از خود بکنید. زن میتواند بینسکی نماز خواند؟ بینسکی در مذهب ما به فکرم این سوال فقهی است. در مذهب ما عورت کف دست و روی می باشد. به همین سبب به این سوال شما جواب دادن نمیتونم. به فکر به خاطر اینکه کتاب‌های فقه رو با نظر کردن در کار، به فکرم در مذهب ما چون عورت آن جایی که کشاده می ایستد این کف دست و روی می باشد، محکم کرده خواند خوبتر میشه. چی را خوندی؟ دیر بله، اگر مسجد نباشه در خانه نماز تراویح را بخوانید. ابوبکر به سوال شما جواب دادیم که یک بار نظر کردن در کار، به فکرم در یادم نیست، انیق در یادم نیست. در مسجد ما زنها بینسکی نماز. بله، در اکثر مسجدهای این روسیه که این شرط را گذاشتن که نه تنها مردها و زنها را نسکی اندازن، به سبب اینکه این واجب است، فرض است، به سبب که رعایت شود، یعنی که سنیتری میگن که قاعده های سنیتری
رعایت شود. به همین سبب میگم. خوب، سلامت باشید برادران، جزاکم الله خیر. حضرت میبخشید، همین حضرت چی معنی دارد؟ کلمه حضرت چی معنی دارد گفتیده؟ معناش یکی معنای حضرت چی بود؟ حضرت معناش رو در یادم نیست. اینه که حضرت به سبب به چی سبب گفته میشد؟ به سبب که حرمت، یعنی که عزت و حرمت کردن. وقتی که شما یک کس را عزت و حرمت میکنید، حضرت میتوانید حضرت بگویید. و در جای شنیدم که این کلمه فارسی است، معناش هم شنیده بودم، حاضر فراموش کردم. اینه که این به شخصی که شما اینه که عزت و حرمت کنید میتوانید حضرت گفته. اینه که به یک با کلمه حضرت گفته اون رو ندا بکنید. جزاکم الله خیرا به همه شما که در این درس اشتراک کرد و سبب ثواب گرفتن ما شده الله، و انشالله هم خود شما هم ثواب گرفتید. خود در پناهش همه شما را نگه بدارد و علم با عمل به همه شما نصیب بگرداند. و همین درس را با آخر می رسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور العلم والفهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفكرم به همه سوالها جواب دادیم. آمین آمین. اصلا اگر سجده تلاوت قرآن را نخوانیم گناه است. سجده تلاوت قرآن واجب است، به همین سبب سبب واجب بودنش باید بخوانید شما. نکی واجب است که میتونید شنیدید، میتونید اینکه اگر طهارت باشد میتونید طهارت کرده بعد بخوانید. اینکه واجب است که میتونید بدتر هم بخوانید. اگر در ماشین باشید شنیدید، میتونید خانه آمده بخوانید. اگر طهارت نبود شنیدید، بعد طهارت کرده میخونید. مهمه که بخونید آن را. یعنی که مهمه این که این سجده تلاوت را انجام بدهید. سجده را انجام بدهید. همش هم ثوابش هست و 2 رکعت بهتر است، آمده است. بیشتر 2 رکعت آمده است. 4 رکعت هم ان شاء الله ثواب است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به همین درس را به آخر میرسانم. جزاکم الله خیرا.